زندگی ایرانیان در ادوار کهن، در ادوار گذشته خیلی ارزشمندن. من خیلی قصه میخورم که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران مثلا جمونگ رو 30 بار پخش میکنه ولی نمیاد من بهشون بگم که شاپور چجوری والریانوس رو به زانو در آورد و 23,000 اسیر ازش گرفت و با اون اسیرها شهرها رو ساخت و توی شهر ستون زد، رو ستون سنگی نوشت که من این شهر رو با اسرای رومی ساختم. خشایار ما رفته اونجا تو تنگه دارادانل، همون زمان 130 تا قایق ساخته که همه فکر میکردن این چیکار میخواد بکنه. بعد قایق‌ها رو وارو کرده، با تناب به هم بسته، اولین پل متحرک رو در جهان درست کرده، از روش گذشته رفته که متاسفانه ما هیچ خبری از این نگفتیم. بعدم که رفته اونور گفته تنابا رو ببرید. گفتن ببریم، گفته آره یا میگیریم یا میمیریم و گرفته یونان رو گرفته. 300 نفر جلوش وایستادن. ما هیچ گزارشی از این شاهکار نمیدیم. اروپایی‌ها یه فیلمی درست میکنن به نام 300 و بعد ایرانی‌ها رو یه چهره‌های خبیث نشون میدن که شما دیدید. خود باستانشناسای انگلیسی به من ایمیل زدن که این 300 نفر مثل کلوخ زیر عرابه خشایار له شده.